دبیرکل حزب الله لبنان با محکوم کردن اقدام امریکا در تحریم وزیر امور خارجه ایران ضمن حمایت از آقای ظریف تاکید کرد شما در محافل بین المللی صدای بلند عدالت در برابر طاغوت جهانید. باسم المقام العظمى ولي امر كل الشياطين في السماوات والارض و كل الاحزاب الشيطانيه، انا به عنوان یکی از توپلترین اشخاص الحقوق البشریه فی عالم الحیوانات و النباتات اليوم آمده‌ام تا الحمبستگی حزب الشیطان با حاج المحمد الجواد ظریف را به عنوان الابلیس دیپلمات ابراز کنم. اعدائنا یعنی دشمنانمون تحریموندن ظریف و چلوندن شتیلات الکثیف و چپوندن ما را فی الطویلة الخفیف. ای امریکی، الوقتی انت بالتحريمون الظريف من هو؟ يعني چه کسی المالحو بکشه على متفجراتنا بالعمليات التروريستينا بالقنبلتان في الاقطانقات العظمى. واما الحاج الدكتور الظريف، انت صديقي والحبيبي بقربون اون ريش بوذيد برم البوذمجه، انت صوت الشياطين في كل العالم، انت انکر الاصوات كمثل الحمار. نگاه به این ریشه بلا تکلیفش نکنید، وا این از اون الموزمار هاست، خودش عمد تروریست است. مثل الظریف و قاسم سلیمانی که مثل الپحن که با درشکه از وسطشون یذهبون و التفکیکون فی دو قسمت. و مرة الأخرى أنا حماية خدم بكل حزب الشيطان بكل الكثافات العالم من الدكتور الظریف الکثیف العالم. هولدان همه رو برق میگیره، ما رو اورانگوتان و عظما. هر وقت گفتن جسد تو خودتو بنداز وسط. آخه گوساله، تو خودت تو همه لیستای سیاه دنیا هستی، بعد اومدی از من حمایت میکنی؟ نمیگی فردا وضع ما از این خرابتر میشه؟ آخه احمق، با این حمایتت آخرین میخم به تابوت ما زدی. الفاتحه.